سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو در کانال جواد گیمر. ببخشین که صدای اطرافم یه خورده مثل صدای اره برقی و ایناه. ببخشین نمیتونم خیلی وایس بگیرم. و اینکه داخل این ویدیو اومدیم ایدمونو بهتون بگیم که بیشترتون میدونین ایدم چیه و اینکه حالا من بازم میذارم برای کسایی که نمیدونن. قبل از اینکه بریم سراغ ایده بهتون بگم که گردونه کیلومتریک برگشت به بازی و اینکه همین امروز میتونین برین گردونه‌شو ببینین. اینم از جزئیات گردونه‌شه که براتون گذاشتم. بغیر از گان و اسکین DLQش خیلی قشنگه و فلش بنگش و اینا که حالا میتونین ببینین. من با بار اول که 10 تا CP داشتم تونستم دنسشو دریافت کنم و اینکه خلاصه بعد از اینکه گردونه رو دیدین بریم سراغ ایده‌ای که دارم. دوستان حتما تا اینجا ویدیو که اومدین لایک و کامنت رو بزنین، نظر خودتون رو در مورد این ایده بگین و اینکه امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. اینم از گردونه گانمتیک که کیلوه خیلی گردونش خوبه اگه تونستیم بزنین. خب دوستان، وقتی که ما مثلا رنگ ریسرد میشه، رنگ اون خیلی پایین میاد، مثلا من خودم الان تکی استارت میکنم بیشتر اوقات. بعد مثلا شما تکی اگه برین احتمال لابی رفتن تو هسته، میان و به نزدیکترین پهپاد داخل مپتون از همون جایی که اسپان میشین میرین و اینکه قبل از اینکه سوار پهپاد بشین یکی دو تا گان برای خودتون وردارین که حتما آخر بازی لازمتون میشه. این ایده یه خورده زمان بره ولی خب به کارتون میاد. وقتی که رسیدیم به پهپاد سوارش میشین و تا جایی که میتونین، تا آخرین جایی که میتونین بریم بالا. وقتی که رسیدیم به بالا که دیگه انمیا نتونستن ببیننتون یا SMR سینا بزنن، اونجا یک جوری انگار دور خودتون تو آسمون چرخ بزنین. یه خورده زمان برین ولی وقتی که چرخ بزنین کم کم زوم که کوچیک شد تا جایی که میتونین چرخ بزنین. وقتی که زوم کوچیک شد دیگه اونجا با این دوتا گانی که دارین یه پرش میزنین. هر وقت که رسیدین به پایین میتونین یا یارو رو بفرستین لابی یا خودتون برین لابی. در هر صورت رنگ میگیرین شما. با اینکه کیلی نگرفتین در هر صورت رنگ میگیرین. برای همین گفتم این ایده رو بهتون بگم که اگه نتونستین خیلی خوب رنگتون رو سریع ببرین بالا، با این کار که یه خورده زمان بره ولی میتونین هر دست رنگ بگیرین. و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیوی دیگه فعلا خدافظ.